سلام بینندگان عزیز. حالا فرصت اعلان موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخباری رادیو آزادی ساعت رس و یک با وقت شهر پراگ در پخش مستقیم با هم ثبت آن را در صفحه‌های آزادی ویدیو در یوتیوب می‌توانید تماشا کنید. شماره ضرردیده‌ها و قربانی‌ها می‌افزاید. در ناحیه 5 سیل جان یک نفر را گرفت. به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، آفت طبیعی روز گذشته به عمل آمد. ساکنان این ناحیه نیز با فرستادن عکس و نوار به عنوان آزادی ویدیو از خسارات زیاد در این منطقه بر اثر سیل خبر دادند. نزدیک یک هفته می شود هوای نامساعد در منطقه های مختلف تاجیکستان منزل های ساکنان را ولنگار کرده و زندگیشان را به هم زده است. از جمله ساکنان آفت زده دهه گلستان ناحیه واسع شکایت می کنند که 4 روز به این طرف از سوی مقامات محلی کمک دریافت نکردند. ساکنان این دهات میگویند که برای برطرف کردن پیامد آفت خودشان کوشش دارند. گزارش در این باره بعد 3 ساعت در برنامه خبری پیشنهادی شما می شود. سلطان حمد خبرنگار ورزیده تاجیک را در آرامگاه سری آسیای دوشنبه به خاک می سپارند. این وصیت خود خبرنگار شناخته تاجیک بوده است. سلطان حمد دیروز در سن 68 سالگی و بر اثر بیماری سرطان معده درگذشت. همکاران ما در مراسم جنازه شرکت دارند و گزارش را تهیه خواهند کرد. 7 اسیر گروه طالبان از حساب جنگجویان سازمان تندروی داعش شهروندان کشورهای مشترک المنافع بودند. اخیراً نیروهای افغانستان در پی یک عملیات در ولایت فاریاب 83 نفر را از زندان طالبان رها کردند. در بین آنها 10 تن از سرکرده‌های داعش نیز بودند که 3 نفرشان زادگان تاجیکستانند. چهره‌های سرشناس بر ضد شکنجه آواز بلند می‌کنند. در تاجیکستان با جلب 10 افراد شناخته اقدام را به مقابل شکنجه و بی‌جزایی راه‌اندازی کردند. این چاره‌بینی در حال تشکیل شده است که مسئولان ائتلاف ضد شکنجه می‌گویند سال گذشته به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زن است. برخی از کارشناسان و حقوقدانها مجازات نشدن افراد را که در شکنجه دست دارند از سبب‌های اساسی افزایش این گونه حالت‌ها ارزیابی می‌کنند. سال خوانش دراز شد، خواهشمندان رفتن به مکتب کم. امسال بار نخست در مکتب‌های تاجیکستان انجام سنه سال خوانش و با تعطیل تابستانه برآمدن مکتب بچه‌ها 14 ایون تعیین شد. این اقدام باعث واکنش‌های مختلف گردید. والدان از این تشبث انتقاد نموده آن را ضرور نمی‌حسابند، ولی در وزارت معارف اقدام مذکور را به بهتر شدن صفت تعلیم و تربیت و رشد سطح دانش خوانندگان ربط می‌دهند. در این بین آموزگاران می‌گویند بعضی خوانندگان از آمدن به مکتب خودداری می‌کنند. جزئیات این موضوع و نظرهای جانب‌ها را در این مورد می‌توانید در برنامه خبری تماشا کنید. بینندگان عزیز، طوری گفتیم تا برنامه خبری هنوز 3 ساعت دیگر باقی است. تا آن وقت می‌توانید به وبسایت رادیو آزادی سر زنید که در حال حاضر عاقبت‌های سیل در تاجیکستان موضوع آن است. از تلفات تا به ویران شدن خانه و گورستان‌ها از مطلب‌های سرخواننده است. فاجعه با مهاجران تاجیک در قزاقستان و عذاب ساکنان از کارخانه‌های آهن‌سازی در دوشنبه نیز بازار گرمی دارد. شما هم بروید این مطلب‌ها را خوانید و شرح خود را گذارید. این خبرهای نو از تاجیکستان و منطقه است. امروز در پنجکند جسد یکی از قربانیان سیل را پیدا کردند. در ازبکستان مدیر کالج را بعد از قضیه دست درازی به ناموس یک خواننده جریمه بستند. فروخ اماناتوف برای جام میری ممبئی مبارزه میبرد و زن و زنی در نزدیکی بیشکک و پاسخهای منصبدار که جنجال برانگیز شد.